یعنی چون دراز کشیدم تو فکر میکنی بهت احترام نذاشتم؟ نه بابا دوربینا، نه بابا دوربین که عقلش به این چیزا نمیرسه. ولی چرا حرف گوش نمیکنی؟ آخه قبلا تا میگفتم کپچر کار میکرد، این چرا کار نمیکنه؟ یه ذره اخم کنم شاید بترسه. کپچر کپچر سانو نترسید. ای بابا ای بابا، این دوربین قدیم کلا. این ساعت دارم بهش میگم کپچر گوش نمیکنه. الان یکی اگه اینجا باشه فکر میکنه من خور شدم الان خود تنها. نه من از بعدیش اینه کار دارم و این الان نیم ساعت باش بالاخره راضیش میکردم. آخه چرا وایسته دیگه. آها فهمیدم، شاید مثلا صورتم شاید موهام به هم ریخته شد. چی مشکلی دارم من؟ این چرا گوش نمیکنه؟ کپچر ننه، کپچر ننه، قربونت برم کپچر. ای بابا کپچر عزیزم، کپچر قربونت چشات برم عزیز دلم. کپچر اده این داره ناراحت هم میکنه. سلام کنم ایتالیایی ببینیم چی میگه. چاو چاو. اوه نه این به درد نمیخوره چون من فکر میکنم که چایی خواستم ازش. احتمالا هلو حرس منو در میاره بهش بگم جز جگر بگیری. آخه گوش کن دیگه کار دارم. نمیخوام یه فیلم خواستیم بگیریم مثلا اولش گیر کردیم. بابا یه کپچر رو گوش کن دیگه. ای بابا الهی قربونت برم تو رو خدا خواهش میکنم کپچر. چوری گوش نمیکنه. کپچر گور شده کپچر. کور شده آخرش گوش نکرد. میگم این که گوش نکرد خب یعنی من نتونستم. شاید شما بتونید. این دوربینا هم از وقتی که این چیزا شده ها، مسائل تحریم و این چیزا که اومده، این بود دوربینا هم یه جوری به نظرم تغییر کردن. من مثل قبلا دیگه کار نمیکنن. حرف گوش کن نیستن. آره حرف گوش کن نیستن. حرف گوش تو نه چی گفتم؟ حرف گوش کن نیستن. مثلا اشتباه میکنم یعنی من. چرا آخه همیشه میگفتم کپچر سریع عکس میگرفته. حالا خواستیم چند تا عکسم اینجوری بگیریم. ای بابا چرا نشد به نظرتون؟
اوه فهمیدم، چون تبخال دارم. دوربینه منو دوست داره، دوربینه منو دوست داره. چون تبخال دارم دلش سوخت که آخه نه اینکه میگن اگه یکی تبخال داره یکی دیگه هم ببینه خود به خودونم تبخال میزنه. این تفلکی هم آره. ای جانم ای جانم ای جانم، واقعا دوربین به این خوبی قربونش برم. خیلی ممنونم ازت، خیلی ممنونم. ببین من برای اینکه فقط اگه این پست رو بذارم فقط برای این میذارم که بدونید دوربینم چقدر منو دوست داره، اصلا چقدر شما رو دوست داره. آره بیشتر شما رو دوست داره، چون اگه منو دوست داشت که عکس الان نفهمیدم منو دوست داره، نمیخواسته شما این لب کجی پلو و تبخال منو ببینید، یا شما رو دوست داره که وقتی تبخال منو دیدید تب نکنید. این الان خودش مسئله است. فعلا بذار برم ببینم چه خاکی میتونم تو سر خودم بریزم. یعنی چون دراز کشیدم تو فکر میکنی بهت احترام نذاشتم؟ دوربینا نه بابا، دوربین که عقلش به این چیزا نمیرسه. چرا حرف گوش نمیکنی؟ آخه قبلا تا میگفتم کپچر کار میکرد، این چرا کار نمیکنه؟ زیدار اخم کنم شاید بدرسه. کپچر کپچر بازم نترسید. ای بابا ای بابا، این دوربینم قدیم بالا. این ساعته دارم بهش میگم کپچر گوش نمیکنه. الان یکی اگه اینجا باشه فکر میکنه من خور شدم الان خود تنها. اما خب نه من از بعدیش اینه کار دارم و این الان نیم ساعت باش بالاخره راضیش میکردم. آخه چرا؟ بایسته دیگه. آها فهمیدم، شاید مثلا صورتم شاید موهام به هم ریخته شد. چی مشکلی دارم من؟ چرا گوش نمی‌کنه؟ کپچر ننه، کپچر ننه، قربونت برم کپچر. ای بابا کپچر عزیزم، کپچر قربونت چشات برم عزیز دلم. کپچر اده این داره ناراحت هم میکنه. سلام کنم ایتالیایی ببینیم چی میگه. چاو او نه این به درد نمیخوره، چون اون فکر میکنه که چایی خواستم ازش احتمالا. خب هلو هرسه منو در میاره بهش بگم جز جگر بگیری. خود گوش کن دیگه، کار دارم. نمیخوام یه فیلم خواستیم بگیریم مثلا اولش گیر کردیم. بابا یه کپچر رو گوش کن دیگه. ای بابا الهی قربونت برم، تو رو خدا خواهش میکنم کپچر.
جوری گوش نمیکنه. کپچر گور شده کپچر. کور شده آخرش گوش نکرد. میگم این که گوش نکرد خب یعنی من نتونستم. شاید شما بتونید. این دوربینا هم از وقتی که این چیزا شده ها، مسائل تحریم و این چیزا که اومده، این دوربینا هم یه جوری مثلا یه جوری به نظرم تغییر کردن. من مثل قبلا دیگه کار نمیکنن. حرف گوش کن نیستن. آره حرف گوش کن نیستن. گوش تو نه. چی گفتم؟ حرف گوش کن نیستن. مثلا اشتباه میکنن. یعنی چرا آخه همیشه میگفتم کپچر سریع عکس میگرفته. حالا خواستیم چند تا عکسم اینجوری بگیریم. ای بابا چرا نشد به نظرتون؟ فهمیدم. چون تبخال دارم. دوربینه منو دوست داره. چون تبخال دارم دلش سوخت که آخه نه اینکه میگن اگه یکی تبخال داره یکی دیگه هم ببینه خود به خودونم تبخال میزنه. این تفلکی هم آره. ای جانم واقعا دوربین به این خوبی قربونش برم. خیلی ممنونم خیلی ممنونم. ببین من برای اینکه فقط اگه این پست رو بذارم فقط برای این میذارم که بدونیم دوربینم چقدر منو دوست داره، اصلا چقدر شما رو دوست داره. آره بیشتر شما رو دوست داره. چون اگه منو دوست داشت که عکس الان نفهمیدم منو دوست داره، نمیخواسته شما این تب لب کجیکلو و تبخال منو ببینید، یا شما رو دوست داره که وقتی تبخال منو دیدید تب نکنید. این الان خودش مسئله است. فعلا بذار برم ببینم چه خاکی میتونم تو سر خودم بریزم.